یه گزارش بسیار جالبی دارید از یک ایرانی موفق، آقای کوشا هاشمی، مدیر موفق سایت هزاریرانی.com که بسیار جالب و دیدنی. بریم شهر خارج از لندن، تو همین خود لندن و در یکی از گرونترین خیابونای لندن، باند استریت، و آقای کوشا هاشمی هستن. و بعد از اینکه خیلی با ایشون تماس گرفتم، ایمیل بازی کردم، زنگ زدم، خلاصه امروز یک شنبه شون به جای که برن باربیکیو بزنن و بشینن با دوستان تخمه بشکنن و فیلم ببینن، وقتشون رو دادن و اومدیم در آفیس ایشون در باند استریت که مرسی. خیلی ممنون از وقتتون که به حال شما هم یک شنبه‌تون می‌خواستین تخم بشکنید دیگه، اومد اینجا دیگه. برای من جالبه چون دقیقاً دایرکتوریه و این دایرکتوری شما هم تصویر ایران داره، هم همه ایرانی هستن و این همینطور هم میشه سرچش کرد. یعنی نمیدونم خودتون شما اینو به عنوان وبسایت معرفی میکنین یا دایرکتوری یا یلو پیجز، به چه چیزی این عنوان به این وبسایت؟ والا این وبسایت تبلیغاتیه و یک دایرکتوریه، یعنی یه مقدار از هر دوتاش که گفتین توش هست، هم تبلیغاتیه هم مثل یلو پیجزه. مثلا من الان یک دموی کوچیک بهتون بدم. اگه اینجا مثلا توی سرچ فرض کنین بزنم لویر، مثلا توی لندن لویر لازم دارم فرض کنین، می‌بینین که تمام بقیه بلاک‌ها که مال وکیلانی است همه محو میشه، میره تو بک‌گراند، فقط وکلا میمونن. من اینجا بزن یه استاپی بکنم چون خود منم برای بلاک که اولین بار در وبسایت ما یه چیز جدیدی بود. دوست دارم به کسایی که در مورد بلاک نمیدونن یه توضیح در مورد این بلاک و سیستمش بدین لطفاً به این بیننده‌های عزیزی که نگاه می‌کنن. بله، عرض کنم که نقشه ایران همونطور که ملاحظه می‌کنین حدود 5500 تا قسمت کوچیک داره که همه این قسمت‌ها مساوی ان و هر کدوم بهش میگیم یک دونه بلاک. بعد این بلاک ها هر کدوم که مثلا شما میگین من یه بلاک میخوام، یه بلاک رو میگیرین از ما و بعد ما یه لوگوی شرکت شما رو یا اسمی هر چی که دوست دارین میذاریم این تو و لینکش میکنیم. فرض کنیم برم روی همین یه دونه کوچولو رو این فرض کنیم نوشته 234 تا ویزیت. درسته؟ و الان شما کلیک کنید و شما میتونید چه تاریخ‌های چند نفر رفتن. بله، ظرف 30 روز گذشته شما میتونید ببینید که چند نفر ویزیت کردن. مثلا 17ام 2 نفر، مثلا 13ام این ماه 2 نفر، یا اصلا من چیزهای دیگه میتونم اینجا بهتون بگم. مثلا آمار فرض کنین که کل ویزیتاتون هم بهتون میگه 553 نفر از وقتی که این بلاک رجیستر شده. ببخشید این وسط بعد یه بازم ایول به ما ایرانیایی که تو لندن هستی اینو باید میگفتم چون واقعا یکی از افتخاراتیه که شما دارین. هم دیزاین این وبسایت فکر کنم خیلی سخته، اینطور که منم خودم کامپیوتر خوندم، و هم دیزاینش و همین که همین تیکه‌های کوچولو که هم بذاری ببینید چند نفر هستن، بتونه نمودار نشون بده. همه اینا واقعا یه هوشی میخواد که من یکی ندارم. والا هوش، من بیشتر پشتکار رو دلیل موفقیت بیشتر میدونم تا هوش، و ما پشتکارمون برای این سایت خیلی بالا بوده. من الان حدود 6 7 ماهی که هنوزه داریم اینو ایمپروو میکنیم. یعنی شما ماه دیگه بیاین تو این سایت یک آپشن جدید، فیچر جدید میبینین. مثلا من الان گوگل ارت رو بهتون معرفی بکنم، حتما شنیدین دیگه گوگل ارت رو. مثلا ما الان گوگل ارت رو توی هزار ایرانی اینتگریتد کردیم، یعنی شما میتونید توی نقشه دنیا نگاه بکنید. یعنی من این وبسایتی که دارم همینجوری بیشتر یه دونه نقشه ایرانه، چند تا کمپانی روشه، ولی وقتی که واردش میشین یه انترتینمنت هم هست چون چیزای بیشتری یکی از دلایل موفقیتش هم همین انترتینمنت فاکتورش بوده. خیلی از دوستان فقط میشنون این سایت رو میان تو نگاه میکنن و بعد جالبه که جنبه تبلیغاتیش از همینجا سرچشمه میگیره، چون خیلی میان فقط همینطوری که نگاه بکنن کی هست کی نیست، به اسمای کسایی که اینجا هست آشنا میشن. مثلا شما ممکنه الان شما وکیل لازم نداشته باشین ظرف 3 ماه، یا اصلا شاید الان اصلا هیچ سرویسی نخواین از ایرانیا، ولی هم که اسمتون میخوره به این وکیل اینجا، یا مثلا میبینین که یه روز کلیک میکنه میگه آقا تو هزار ایرانی اینو دیدم، برام ببینم که مثلا چه جوری نیست. من میخوام دلیلشو بدم چرا به خارجی‌ها این بلاک نمیفروشین. والا به خارجی که با ایرانیا سر کار نداره نه،
برای اینکه این سایت مختص ایرانی است و اصلا بازی که از دلایل جذابیتش به نظر من اینه که تمرکز کردیم ما برای ایرانیانی که توی هر جای دنیا هستن. من میخوام تمام ایرانیای پروفشنالی که تو دنیا هستن و در مورد بیزنسشون جدی هستن این تو یک بلاک داشته باشن تا وقتی که این تمام بلاک‌ها فروخته میشه. البته باز مقدار این یاد نمونده 85% این بلاک به این زودی رفته، فکر الان شد 86%. به همین حالت فکر نکنم کسی دیگه وقت داشته باشه بتونه بلاک رو بگیره. ولی فراموش نکنید